برادران عزیز و گرامی، سوالی که این محب ابو حنیفه، سوالی که این بنده ای که همیشه گویم در قلب او ترس خدا بود، محبت دین بود، در قلب این حساب روز قیامت بود، در ذهن این خانه قبر بود، چی سوال عجیبی کرد. از درد پوچه، دست و همچنین بوغمدر یا ریماتیزم تقیسی میکشید؟ پس این مشکلی حل است. شما میتوانید به شرکت شروفرما زنگ زده منتلین کپسولا و مز و همچنین مز پیگمنت را دسترس نموده مشکلی خود را حل کنید. دستافکه به همه شهرها هست. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. برادران عزیز و گرامی، امروز و این ساعت خواستم که یک سؤال بسیار زیبای، بسیار یک سؤالی خیلی و خیلی گویم شاید در ذهنی بسیاری از نفرهای این عصر این سؤالها داخل نمی شود یا این گونه سوال دادن نمی تانند، چگونه ای که در عصر حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این جناب را، این ابو حنیفه صاحب مذهب را نفر بسیار یک سوال عجیب داد. برادران عزیز و گرامی، میخواهم سوال را و میخواهم جواب زیبا را هم از ابو حنیفه ما و شما یک جای گوش اندازیم و از خدای مهربان خواهان او هستم که الله مهربان بعد گوش کردن این سوال و این جواب ماها را به آن چیزی که میشنویم خداوند توفیقی پایبند شدن، توفیقی همیشه در این دین با این عقیده سالم باقی ماندن نصیب گرداند. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیات به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیات نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال عجیب داد. برادران عزیز و گرامی، میخواهم سوال را و میخواهم جواب زیبا را هم از ابو حنیفه ما و شما یک جای گوش اندازیم و از خدای مهربان خواهان او هستم که الله مهربان بعد گوش کردن این سوال و این جواب ماها را به آن چیزی که میشنویم خداوند توفیقی پایبند شدن، توفیقی همیشه در این دین با این عقیده سالم باقی ماندن نصیب گرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. سئل عن ابی حنیفه رحمت الله علیه ای ذنب اخوف
لسلب الإيمان. قال ترك الشكر على الإيمان و ترک خوف الخاتمه و ظلم علی العباد. برادران عزیز و گرامی، سوالی که این محب ابو حنیفه، سوالی که این بنده ای که همیشه گویم در قلب او ترس خدا بود، محبت دین بود، در قلب این حساب روز قیامت بود، در ذهن این خانه قبر بود، چی سوال عجیبی کرد. برادران عزیز گوش اندازیم. گفت ای ابو حنیفه، خدا شما را رحمت کند، شما بسیار خادم بزرگ در دین هستین. سوال من چنین است: آیا هست گناهایی که وقتی انسان این گناه را انجام دهد ایمان را از دست دهد یا از دنیا به ایمان دنیا را پدرود گوید؟ آیا چنین گناه ها هم وجود دارد؟ برادران عزیز و گرامی، جناب امام ابو حنیفه سه گناه را بر این بنده خدا گفتند که اگر انسان بر این سه گناه مبتلا باشد امکان دارد که این آدم از دنیا به ایمان خانه آخرتش رود. اولا از خدای مهربان من خواهان او هستم که خدای مهربان این دوره، این گوهره، این نعمت خدای مهربان هم در دنیا و هم زمانی از دنیا پدرود گفتن همراه ما نگه بدار. چیست آن گناهایی که امکان دارد که انسان را از دنیا به ایمان بیرون کند؟ یک، گفتن هر کسی که بر نعمت ایمان اگر شکرگزاری نکند. یکم گناهی که انسان از دنیا به ایمان میبرد، برادران و خواهران عزیز، این بود است که وقتی ما در همین ایمانی داشتگیمان، در همین اسلامی داشتگیمان، ما وقتی شکرگزاری نمیکنیم، یعنی نمیگویم که خدای مهربان به سوی تو شکرگزاریم که ما را در دین اسلامت راه دادی، ما را پیروی دین اسلامت گردانیدی، ما را بر نعمت ایمان مشرف گردانیدی، ما را بر خودت شناس کردی، ما دانستیم که خالق ما تویی، ما دانستیم که رزاق ما تویی، ما دانستیم که مرگ حیات ما در دست توست، ما دانستیم که عزت و خواری ما در دست توست. بر این نعمتها به سوی تو شکرگزاری میکنیم. برادران و خواهران عزیز، بینین یکی از سببهای به ایمان رفتن انسان از دنیا همین بود است که بر ایمانش اگر شکرگزاری نکند. یعنی اگر من عادی کرده گویم، بینیم برادران عزیز، ما امروز بر مقصد هر کسی پدر و مادر دارد شکرگزاری میکند که پدر و مادر دارم. هر کسی فرزند دارد بر فرزنداش شکرگزاری میکند. هر کسی که شاید مال دارد بر مالداری شکرگزاری میکند. کسی بر خانه و بر دکان و بر سواره‌ای که دارد شکرگزاری میکند. ولی بسیاری وقت ماها برادران عزیز از شکرگزاری نعمتی که از همه اینها بالاتر و بهتر است که این دین ما هست، این اسلام ما هست، این ایمان ما هست، ما فراموش میکنیم. و بینین ابو حنیفه ما را چگونه مقصد
در خواب بوده ما بیدار می سازد که نشود که تو بر ایمانی داشتگی شکرگزاری نکنی. اگر شکرگزاری نکنی امکان داشته است برادران عزیز، خواهران عزیز، که ما همو ایمان را همراه خود نبریم. بسیار یک دانشمندی بزرگ این عصر را خواهران و برادران عزیز سوال کردند. گفتن یک انسان بود در ابتدا، در اول 5 وقت نمازش میخواند، یعنی ما شاهدی میتیم که وی روزه میگرفت، از مالش زکات میداد، حجم ادا کرده بود، یعنی همیشه در زبانش الحمدلله بود، سبحان الله بود. لیکن همین انسان در آخر از دنیا به ایمان گذشت. این دانشمند سوال کردند آیا در این شما چی گفتنین؟ علتش چی باشد؟ سببش چی باشد؟ خواهران و برادران عزیز، این دانشمندی معاصر، بگیم عصر امروزه، چی جواب گفتن؟ گفتن که این از 2 جهت می شود. یکم جهت همین که این آدم برای مستحکم شدن ایمانش، اخلاصش، از خداوند کمک طلب کردگی نیست. دوم، بر همین ایمانی داشتگیش، اخلاصی داشتگیش، خداوند حمد و ثنا و ستایش کردگی نیست. به این خاطر گفت این آدم آخری عمرش انا با همین گویم تاریکی و با همین بسیار مشکلات به پایان رسید. زین لحاظ ما هم برای تقویت ایمانمان از خداوند یاردم طلب کنیم که خدایا ایمانهامون باز هم قوی کن. من شاهدم خواهرها دادرها عزیز که بسیاری برادرها از ما سوال میکنن برای تقویت ایمانمان، برای زیاد شدن اخلاصمان، حاجی بابا چی توصیه ها داری؟ یعنی چی فرمایش های در کتاب داریم؟ زین لحاظ ما باید برای تقویت ایمانمان، برای مستحکم شدن اخلاصمان دائم خداوند زاره کنیم. خدایا از این در ایمان ما مستحکم تر کن، از این در اخلاص ما به سوی ذاتت زیاد کن. دوم، بر همین نعمت ایمان خواهرها و برادر عزیز همیشه شکرگزاری کنین. چگونه ای که ما و شما را بینین، یعنی الحمدلله اینم لازم است، یک پیاله چای می نوشیم الحمدلله میگیم، یک چینی شوربا را میخوریم الله را شکرگزاری میکنیم. انا همچنانم از اینها در مهم انسان باید بر ایمانش، بر اسلامش شکرگزاری کنه. حضرت ابو حنیفه را بینین میگه یکم گناهی که انسان از دنیا به ایمان رفتنش انا همین است که بر نعمت ایمان شکرگزاری نمیکند. برادرای خواهرای عزیز، ما در قرآن سوره داریم به نام حجرات، آیت 8. الله مهربان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فضلا من الله و نعمتا والله علیم حکیم. این الله مهربان ایمان اسلام چی میخواند؟ نعمت میخواند. میگه این یک نعمتی هست. چگونه که من نعمتهای پیشتر برای شما گوشزد کردم، چگونه از فرزند و از خانه و از شرایط و از آرامی و همه نعمت هستند. خداوند میگه بالاترین نعمتی که الله بر شما داد این نعمت ایمان هست، نعمت اسلام هست. زین لحاظ این الله مهربانم نعمت خواندن. اگر ما این نعمت نشناسیم، به قدر این نعمت هم که نرسیم، جوابش جلال الدین رومی مولانا در کتاب مستویش میگه قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. البته ما اگر این قیمتی که خدا بر ما داده است که این قیمت دینداری ما، اسلامداری ما است، میگه عیب نیست که تو یک نرخی بگیم کارتوشکا را میدانی، نرخی پیاز را میدانی، نرخی مقصد یک لباس را میدانی،
ولی وقتی نرخی خودت را نمیدانی، قیمتی خودت وقتی ندانستی، این عین احمقی است. زین لحاظ یکم جوابی که ابو حنیفه دادن این بود: بر ایمانتون شکرگزاری کنین تا از دنیا به ایمان نروین. برادران عزیز و گرامی، ایمان انسان را دیگرگون میکند، خوش اخلاقش میکند، با رحمش میکند، با انصافش میکند، راست قولش میکند. بین بسیار اندیشه های سالم دارد. آدمی با ایمان با غیرت می شود، هیچگاه مثال اسرافکار نمی شود. و عزیزای خدا میگن اسلام این دین است که خداوند به وسیله آن عقیده و اخلاق صیقل می دهد و دنیا و آخرت را بدان اصلاح می کند. عزیزان خدا میگن اسلام دین است که پایه آن توحید، شعارش صداقت، معیارش عدالت، مسیرش حقیقت و روحش رحمت است. عزیزان خدا میگویند ایمان با خدا این نیروست، این قوت است که ما را با حرکت می‌دارد. زین لحاظ ما باید به قدر این ایمان، با قدر این نعمت دینمان برادران و خواهران عزیز رسیم. عزیزان خدا در ایجادیاتاشون، در مصرع‌های شعریشان میگفتند روز آخر اگرم از تو براید نظری، کار چون زر شود و هیچ نماند خطری، گر من ایمان به سلامت به لب گور برم، این که آراسته کاری و مبارک سفری. اگر من ایمان ما به داخل قبرم، ایمان ما به آخرت اگر بروم، این چی کاری مبارکی هست، این چی کاری زیبایی هست، این چی کاری نیکویی هست. از این لحاظ خواهران و برادران عزیز، بر این نعمت زیبا ما و شما باید همیشه شکرگزاری کنیم. یکم سببی از دنیا به ایمان رفتن یعنی شکر نگفتنی بر نعمت دین، بر نعمت ایمان. دویم جوابی که ابو حنیفه یعنی 3 گناه را حضرت گفتن، یکم این بود. دویم گناهی که بود و ترک و خوف الخاتمه، گفتن هر کسی که اگر از خاتمهش، از لحظه های آخری عمرش اگر در دلش ترس نداشته باشد، یعنی هر کسی که برادران عزیز و گرامی وقتی که از آخرا لحظه های عمرش وقتی نمی ترسد، یعنی آخران عمر ما، حیات ما مقصد به چی انجام یابد؟ آیا من مقصد ایمان میبرم، ایمان نمیبرم؟ یعنی وقتی این در یادش نباشد، این در فکرش اگر نباشد، این دویم گناهی بود است که خواهران و برادران عزیز که انسان از دنیا به ایمان میرفت است. زین لحاظ همیشه از خاتمه ما هم بترسیم. آری ما نمیدانیم که یعنی امروزها شکرگزاری ایمان داریم، نمازها ما ادا میکنیم، از حلال و از حرام انشاءالله از حلالش پیروی میکنیم، از حرامش اجتناب میکنیم، ولی دم آخر ما نمیدانیم که دم آخر ما و شما چی میشود. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کنه میگفت ندانی که دم آخر چی حال است، از این تا زیر خاکت 100 سوال است. ببینید آلی تو نمیدانی که از همین حالت جان دادن تا داخل خانه قبر 100 سوال در پیش تو است که آیا مقصد تو به خانه قبر تا سلامت میره یا نمیره؟ آیا دم آخری ما چی میشود؟ ما همیشه باید خواهرها و برادر عزیز در اندیشه اینم باشیم. در اینم الله مهربان دعا کنیم که خدایا دم آخر ما دم رحمت، دم راحت بگردان،
دمی نیک بگردان. خدایا در زبان ما کلمه لا اله الا الله را در همون لحظه های آخر داخل بگردان تا با این کلمه زیبا ما دنیا را پدرود بگیم. این را باید ما خواهرها و برادر عزیز دعا کنیم. سیوم گناهی که انسان از دنیا به ایمان میبرد این چی است؟ این ظلم است. و ظلم علی العباد، هر کسی که اگر به بندگان خدا ظلم میکنه، خواهرها برادر عزیز، بین الله مهربان در چندین آیت های قرآن ظلم حرام گفته است. اگر نفر مقصد دست به ظلم میزند، ظلم میکند، ابو حنیفه میگوید این از همون سیوم گناهی هست که انسان از دنیا به ایمان رفتنش امکان دارد. یعنی ببینید وقتی که ما در حق یک بنده خدا ظلم میکنیم، حتما و حتما وای در حق ما دعای بد میکنه. وای بینین چقدر آهی بگیم آه میکشد به سوی پروردگار، بسیار دست میبردارد. خدایا مقصد امروز او قوت دارد، او قدرت دارد، او امکانیت دارد، او شرایط دارد، لیکن من از همه اینها محرومم. خدای مهربان قصاص مرا از این ظالم بگیر. زین لحاظ بسیار ماها باید که حرکت کنیم که از ظلمم ما و شما دور باشیم. این حالت ده بینین همون نعمت همون ایمان بردن ما و شما امکان دارد. میایم به سری سرخطی سوال چی بود؟ ای ابو حنیفه نازنین، کدام گناه سبب به ایمان رفتنی بنده خدا می شود؟ حضرت 3 جواب گفتند. 3 گویم گناهی را نام گرفتن. یکم، کسی بر نعمت دین و ایمانش شکرگزاری نکند. 2، کسی که اگر از خاتمش یعنی از دم آخرش هراسان نباشد، ترس نداشته باشد. 3، در حیات همیشه کارش ظلم باشد، بندگان خدا را آزار تید، دل بندگان خدا را خفه کند، دل بندگان خدا را ملال کند، دل بندگان خدا را ریش گرداند. این انسان هم با این گناهی بدش از دنیا به ایمان رفتنش امکان دارد. در آخر شاعر میگو باغه که بنیاد کردی، کر و فرت در فضاست، 100 درختی دل شکستی، آه و افسوست کجاست. الله مهربان همه شما را در حفظ امانش نگهبان باشد و خدای مهربان ما را از این گناه هایی که سبب به ایمان شدن ما، سبب به ایمان رفتن ما می شود، خدای ما را از این حفظ بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوست داشته تر است توبه کدام این در نزد خدا نیکتر قبول می شود. رسول اکرم گفتند توبت الشباب، دوست داشته ترین توبه به سوی خدا توبه جوان است. جوانی که دست می بردارد در حالتی که او قادر است که زنا کند، او قادر است که حرام کرده های خدا را رجوع کند، او قادر است که از حرام کرده های خدا بخورد، او قادر است که قتل نفس کند، لیکن همه این کردارهای بد یک جانب میگذارد و پای خدا به سوی مسجد آموخته میکند و وجود خودش در بالای جای نماز آموخته میکند. رسول اکرم گفتند این جوان دوست داشته ترین جوان به سوی خداست از روی آنی که این به سوی خدا توبه میکند. البته خوش به حال همون جوانی که علال خصوص این جوانهایی که الحال پیش روی ما هست، خوش به حال همه شما که این راهی که شما گرفتید. به خدا قسم رسول اکرم گفتند
دوست داشته ترین بنده به سوی خدا که نام او در نزد خدا به نام حبیب خوانده می شود این جوان است. جوانی که توبه کننده است نزد خدا نام او حبیب است. از این خاطر حدیث های پیغمبر خدا در این باب خیلی بیشمار است. یک تای دیگرش که یک جالب کننده دقت ما و شماست، رسول الله چی گفتن؟ گفتن انا، اشاره به سوی خود کردن، من و شاب طایب و جوان توبه کننده و من که هاتین، انگشتاش برداشتن رسول اکرم گفتن مثل همین دو هست. و اشاره بالسبابه والوسطى، اشاره به سوی انگشت سبابه کردن، اشاره به سوی انگشت وسطا کردن. گفتن من و جوان توبه کننده مثل این دو انگشت در جنت نزدیک هستیم. الحمدلله که باوری کامل است که ما و شما در پهلوی پیغمبر خدا هستیم، زیرا رسول اکرم خود وعده کرده است که هاتین و اشاره بالسبابه والوسطى. دیدین گفت به همین منزله گفت جوانها بر من در جنت نزدیک هستند. برو در خدمت پیر مغانی، بکن طاعت به هنگام جوانی. به پیری قوت طاعت نماند، به پیری قوت طاعت نماند و یا قابیز تو را فرصت نماند. خدا رحمت کنه جنونه. حضرت میگه تو در خدمت پیر مغانی برا، تو خدمت رسول اکرم در سر بفرار، تو پیرو پیغمبر خدا شو، بکن طاعت به هنگام جوانی. حالت جوانی تا غنیمت بشمار، در حالت جوانیت خدا در نزدیک شو. برای چی؟ با پیری قوت طاعت نماند. این رکوعی که تو ملایم میکنی و سر خم میکنی و میره بر زمین و میخیزی، این آدم پیر کرده نمیتونه. این نمازهای طولانی که تو میخوانی، زبان آدم پیر به این نمیگرده دیگر. به پیری قوت طاعت نماند، دیگر قوت نمیماند. و یا قابیز تو را فرصت نماند. دویم مشکلات شمین است که قابیز گفته ملک الموت میگد، اون ملک الموت دیگر تو را فرصت نمیتد. پیری خودش یک نشانه مرگ است. تو را دیگر قابیز نمیماند. تو تکیه کننده دیگر با پیری هم نشو، بلکه اختنیم خمس قبل 50. این پیغمبر حدیثش غنیمت بشمار 5 چیز را پیش از 5 چیز. یک تش چی است؟ یک تش امین است، جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمار. این غنیمت است. ما و شما نگیم فرداش در گمان است. فردا چیزی گمان است، این فردا را هیچ کس نمیداند. یک وجب راه است بدیل از تو تا دامان خاک، در سر این میشگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. از تو تا دامان خاک یک وجب راه است. خواه پیر باشی خواه جوان، در سر این میشگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. مثل اشکی که در بالای میشه های ما و شماست که این زمان میغلطد زمان دیگر. انسان حضرت بیدل گفتن هم تحیز کخته. مگو ای تشنه فردا آب نوشم. مگو ای فردا آب نوشم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، با پیری در راه طاعت بکوشم. اینا نگو تو. برای چی؟ با بوی پیری چندین نوجوانی برفت به توبه از این دار فانی. زیرا که بسیاری جوانهایی بود که غافل بودن، به عقل بودن، اونا تکیه کردن که خیلی پیر کشیدین، حاضر قابلیت کار دارم، دوادو میکنم، کار دنیا را انجام که دادم، بعد پیر کشیدم، از همه که ماندم خدا را عبادت میکنم. لیکن حضرت گفتن با بوی پیری چندین نوجوانی
برفت به توبه از این دار فانی. لیکن با پیری نارسیده و توبه پیری را نکرده که در جوانی چکار کرد؟ سفر کرد، رفت بر جای رفت که دیگر در اونجا این کار دنیای تو دیگر سبب نمی شود. در اونجا جایی هست که دیگر برای تو خجالتی تو دیگر هیچ معنی ندارد. آدم پشیمانیش در همین دنیاست. پشیمانی را در همین دنیا بکن، در اونجا دیگر پشیمانی سود ندارد، فایده ندارد. سبعتون، انس روایت میکنه حدیثه، سبعتون یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه هست در روز قیامت که خیلی روزی گرم هست، خیلی روزی دهشت هست، هیچ کس بر هیچ کس نزدیک شدن نمیتواند. چگونه که خدا در سوره و نازعات میگه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی. اون روز روزی است که برادر از برادر میگریزد. مادری که بجان و جیگرش فرزندش بر اون نزدیک است، فرزند دیگر نظری رحمت نمیکند. پدر از فرزند میگریزد. همه مشغول چی هستند؟ آیا نجات میافته باشم یا نه؟ همه در این فکر هست. همان روز سایه هست، سایه عرش میگن او را. همین سایه عرش در بالای کیست؟ پیغمبر خدا را گفت 7 طایفه در زیر این سایه است. یک تایو کی است؟ شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی خدا را عبادت کرده است، در سایه عرش است. شما پشیمان نشین، شما آرزو به سوی عرق نوشیدن زنا نکنید، بلکه شما گریبانای خدا بگیرین، بگین هزارها بار شکر خدایا ما را تو به سوی خودت در این جوانی هدایت کردی. هزارها بار شکر گفتن، نماز شکرانه بخوانین، زیرا بسیار پیرانسالایی هست الحال که میگویند چرا در جوانی ما نکردین. این افسوس را در پیری میخری، اگر به شرطی با را به پیری برسی دیگر فایده ندارد.